جا حقیقت نیست اینی با خونی شاید رفتم من یه روز هم قلمم زوری کرد رفتم که خانم کودکان سهراب شما ها خونش دسترخون تونی کردی گفتم اینجا چی گفت گفت که خواه اپچه که مای مردگی اوچش دگه جا اومد مگود که من بچه مردگیش دخترم نه ماشد نمیدونم به کی کشت هیچ کس منو نمیپرسد مگود گفتم اینی همین خیلی جایی هیچ کس کارش نیست نوروف کی گفته نوروف کی است فردوس نماش بودم وای کی شده کار میکنه Федерация России гражданинаш بدست اون که حقوقشون بلند بدست هیچ کار کردن نمیدونسته آدمای تاجیکستان ها حالا هیچ کار کردن نتوانسته اونا از کجا نپا اقشلاق دیجیک دیجیکی نوحیه اینی اونا سه کسا زده بدن مای شاید تو همش داریم کجا رفته جالب کردم گنیرم نومشون آلیده اونجا هایش نظر زاده بدن که بده بایمه کردن مفتشوی دکور وولید کنه تو شوی تو بدن اونه هر سشونه تو یا گل وایمه کردن خیلی اونجا اومده مفتشوی گفتن که کار آزاد شود دیگه واقف های کردن در خودی خوجا واقف اومدن رولی همینای در بازی خیالم پولی کلون دادگی سکس مستد کرده شویت عرض زدن شویت آزی پرسید گیر میگرنی که ما همون روزی خودش کارگرا رفته ویشه گرفته بدن نبار بگرفتن که خواهر همین سکس بار اومدن در ماشین زفیره بچه پشت ماشین بردن چه قصد زدن و آوردن پشت جوگی بچه جنگ شدگی بخیالم جوگی بچه در کارو والد کرده نه فامیلش متیان نه نومش متیان جوگی بچه او جوگی بچه چی کار میکرده است ویم آباد کار بدست جوگی آوردگی دیا همونجا کار میکنه راه میکنه او جوگی بچه به خاطر شاهد بدنش از کار والد کردن نومش نمیگون در فامیلش نمیگون کما دیگه بچه ها پرسید خدا ما رفتیم تفتیش کردیم دیگه یگون کس تفتیش نمیکنه شاید اساسی ترسوندن بیچاره گیر میکنه دهیم سر میکنه که بیاش های دیسکوش هم میشه همین خیلی دوباره خجا رفتم که کلونم اونجا رولی همینا بوده بازی شما شاید ندارید هیچ کس ندارید اون دیتی ما گناهگار حساب نمیکنیم گرفته رسیب رفتیم دیتش همین خیلی گنرال داد زدن اکار والد کنه تو مفتشای گفتن گشت با هم میشه جو بجو ما مونده من یک طرف هیچ کس ارزش کوید ما نمیپرسه شما اول کجا به مراجعت کرده خودی گنرال بای بای شما خودتون مراجعت کردید یا که وقتی بیمارخانه بردند از بیمارخانه آمده وای کردن بیانات شما را گرفتن نه ما خدا ما خست رفتیم همین دهان تلخ موقتی همین وی موقتی چه به من هیچ کس نمیپرسد گفت رفتیم یکم مرتبه شما را که قبول کرد ما ملیس خونه رفتیم یگون ملیسا یگون تش ما اینو قبول نکردن یگون که کپ ما گوش نکردن یکم روز بخستیم شما هم خیلی کرده تا جدیدای نمیپرسید تو گفتیم حکومت رفتیم رئیس ناحیه هم مقا پروکراتور دوای عدل هم مجوای کردن مجلس کردن همین چهار دیده میشود گفتن تا حال یگون اساس یگون وای نبراوردیم همین گپ شو یک کس یم میشته است نخواد یم میشتی آدم مرد شاید گفتی ام ماشین سکس پروارده لطو کوک کرد پشت ماشین برده سرشون در دولار زدگی استونه هم طرفی چپ راست استونه سر بایش دیگه کفیده بعد خیم ماین سر بدرم دیگه سرچم شوکی سستیانه میجه آوردن کسلارود کتی شبوجه کسلارود میگرفتم پیسرم نمیرد من نموندم تا دوشنبه هم میزرا دختر و اجازه نه دیگه یکون این نشد ناز نشد سرچه همون نفره که همین کارو کرده از آمده بود نزد شما کی همون نفره که همین کارو کرده که بود نامش چی گفتم نیره نه نیره و بالینسای همون همکار پسرچن ما بیاد که پسرچن بهوش باینی را خورفتگی ویا میزنن میگرفتن ویا بعد که میزنن میگرزن بعد دیویم رس دلانیس یا حاجی الف بیاشته اینجا های تلفن نمیراشم ما بیاد که اینا شیشت گرفتنی بدگی بعد در ماشین آچش همون بچه از زنش آچش هم بهشو بدگی درون ماشین هم میشه مفرور دو با اون بچه مزن آدمی خیلی نمیدونم بچه مفرور در ماشینه با گشت دکمنتای ماشین کشیده میگیرده در خودی همون ماشین گرفته میبیارن که اونا گرفتنی بدگی ماشین بشیشته اگر مگرفت اگر تمام دیگه شایدم هیچ کس نمیافت خیلی همین خیلی شدگی بعد شما مراجعت کردن پروکراتور دم مراجعت میلیسا نه من حکومت رفتم حکومت رئیس ناحیه عینی با اون کس همه جغزدن همونجی مجلس کردنه نکه یگون چهار نه مجلس کردن و یا بدن آدمانی که کمون بر بدن
نه اونا گرفته برفتگی که اونا گرفتگی یا همون نیروفه گفته که همکارشون قبید آورده سپاردیم ده همینجا هوای تمام بعد پروکراتور چی گفتن؟ پروکراتور هیچی ملیسا مدونه چیکاری که کنن همین غفورف نماش چه بود عبداللطیف غفورف غلام چیکاری که کردن فرد هویا تا حال دمای نپرسیدند یا تا حال نپرسیدند خدا ما 2 بار 3 بار رفتیم هوا که کاغوت یک کس دست پسرت یک کس دیگه تو شاهد نداری اون بچه ترسونده در خوجان اومدگی هم همین گفت همون شاهد ترسوندگی ترسوندگی بچه بیچاره ما گفت چند بار ما این در راه دیدیم پدرش قتی صحبت کردیم خودش تنها هم ندیدیم پدرش قتی در پیش خودم هم گفت 3 کس پشت ماشین دولان بردونه ماش پسرچه ما دولان که ما فرورن 3 کس زده پشت دولان ما برونه موبایل بیارونه مزن آنکی پسرچه ما غلطه تمام اساس جنگ ها رای کشو گذاریم برام گفتگی اینو وقتشون بود اسفالت بردگی اسفالت خالی کردگی حالا اسفالت خالی نکرده خالی میکنه با انچه مرد و یا توزه میکنه که مرد هستور انا من چقدر با اینو اومده رای کشو گفته جنگ شد دیگه پسرچه اونو ماشین ختمه به مگه رای کشو میگن خیلی وقت ساعتی کوری که سرچشون میگن که حاضر میگه که ماشین با مگه اسفالت خالی میکنن با اونو میفرونو جنگ میگیرن بچه قتی اینا در خوجان خونه گرفتگی بدن سراسیم خونه شرفت دست بدین یگون چه خوردگی و یه هشار بارنگ نبیدم روزی که من دیدم اون بچه همین زورگیری کارسود از من پرکرورشم خودم جوابشون تیام سیودشم انا میخیل دیم من گرجدنی رسیه تو ببین چیزی چیکار کردن نمیتون گفته خدا ما بگفت